بچه‌ها خوش اومدیم به اولین ویدیو کانال FC علی وایتی. به کانال خودتون خوش اومدین. بچه‌ها این اولین ویدیو کانال، خب فعلا اولش صحبتایی داریم. ببینید ویدیوهای کانال ما اینجوریه که هر ایونتی مثل همین لیبرتادورس، آیکون جورنی فکر کنم هست و خب بقیه ایونت ها، این ایونت ها رو ما بررسی میکنیم و براتون ویدیوشون میذاریم. لایک و کامنت یادتون نره، سابم کنید که برای حمایت، و خب به 1000 تا ساب هم برسیم خب قطعا یه جوایزی داریم، بالاخره مانیتایزینگمون اوکی میشه. بعد بریم سراغ این ویدیو. خب امروز من بهتون چند تا نکته بگم که خب به کارتون میاد برای به دست آوردن حالا پلیر و اینجور چیزا. خب ببینید این اکسچنج ها رو هر روز شما میتونید بیاید اینجا و خب این چیز خاصی هم نمیخواد، کلا 3 تا پلیر میخواد که منم هر اکسچنجی این زدم فعلا به مثبت 80 داده. اینجا نوشته 75 تا 89. اینجا میبینید UCL یا UEL یا UECL پلیر بهتون میده که خفناشون هم که اینجا دارید میبینید. ولی خب به من تا الان خوب داده، هر چیز دادم مثبت 80 داده. حالا بریم اینور. این تو این بخش یونیورسال رنک پلیر این خیلی اکسچنج خوبیه بچه‌ها. من حالا تو اون یکی کانالی که داریم انگلیسیه، اونم حالا لینکشو براتون میذارم، اگه خواستید میتونید برید اونجا هم سابسکرایب کنید، لایک کنید ویدیو رو. شورت ویدیو اونجا فقط هست. میبینید که اینجا گفته مثبت 80 تا 89 یا یونیورسال رنک میشه این ماسکرانو دودک، یکی اینا میشه. و خب من تا الان 2 تا اولیو که زدم اینو داده بهمون. فکر کنم سر اینه که توی این کوستا اینجا این بخش بذارید بهتون نشون بدم. این بخشی کوستایی بودش که حالا الان فکر کنم رفته. آره الان رفته، شاید فقط برای من رفته چون همه رو گرفتم. برای شما فکر کنم باشه، برای کسایی که همه کوستاشون رفتن. 3 تا از این پلیر 81 که اون میده یونیورسال رنک اینو میده. بعد 2 تای اولی که من زدم هم همین گلکیپر رو داد 81. فکر کنم برای اینه که اینجا اکسچنج 5 تا میخواد سر اونه. بعد حالا از اون بگذریم، این که این من تا الان هر چیز دادم به مثبت 85 داده. و خب این که میخواید پکش کنید 2 تا بازیکن مثبت 80 UCL میخواد، یه دونه مثبت 85 حالا هر بازیکنی باشه. خب من این تا الان کایل واکر گرفتم، بازیکن 86 چند تا گرفتم و خب خیلی سود داشته دیگه برام. خب دیگه یه بخشی هم هست ایونت UCL یوفا چمپیونز لیگ است، میام اینجا. خب این بخشه خب که اینجا رئال مادریدش که حالا نیست چون تموم شده رفته، من خودم هم بازیش نکرده بودم، خبر نداشتم ازش. اینجا میتونید هر روز بیاید و یه فیدی کالکتش کنید. حالا ما که کالکتش کردیم دیگه نمیتونیم، ولی الان منچستر سیتی رو میتونیم پلی بدیم تا 6 روز دیگه. اینجا میبینید که پایینشو نوشته بگین زد 9/11/23 6 روز دیگه من پاریس سن ژرمن هم باز میشه. تا 6 روز دیگه شما میتونید روزی 40 تا از این پوینت هایی که میبینید بگیرید. و خب حالا که میایم اینجا بچه‌ها ببینید اینجا گفت اینو اگه بخواید باز شه نوشته که باید 10 تا مثلا پک برونز استور این بالا نوشته میبینید بگیریم، که میشه 200 پوینت دیگه، میشه 200 پوینت. حالا این 200 پوینت رو که گرفتیم این باز میشه که میبینید خب پلیراش کمپانی هست و این مثل همون قبلی هست دیگه، فقط قبلیه مثبت 70 تا 80، این 75 تا 85 گارانتیشه. خب حالا اینا که تمام کردیم یا اینجا نشه 4 تا از این یکی بگیری از سیلور این براتون باز میشه. این که باز میشه خب این 2 تا 75 تا 85 و خب حالا ما نمیدونیم دقیقاً چه جوریه. اینم که خب میبینید
دیگه تهشی که فری میده بهتون این رو بگیرید، میگه بس 3 تا این بخرید. خب حالا ما این 3 تا رو بخریم، به اون بین این 4 تا بازیکن توز، ویرا، توره با کمپانی یک شو میده که خب کمپانی به هر کی بده دیگه اون اشغاله. بعد این فکر کنم اینجوری باشه که حالا یا وقتی ما اینو تموم میکنیم میبینید که اینم 12 تا داره. خب یعنی میتونیم 12 بار اینو بخریم، 3 بارم میتونیم اینو بخریم. بعد این فکر کنم اینجوری بشه 40 تا بخواد از نظر من. خب من هنوز نرفتم، اگه کاملش میکردم الان بهتون میتونستم بگم قضیه چه جوریه، ولی خب تا 2 هفته دیگه میتونم اوکی کنم پوینتاشو بگیرم. اینجا فکر کنم این 40 تا یا 80 تا باید باشه که یه دونش هم فریه، یعنی شما باید 3 تا بخرید. میبینید که اولیش این فری داره اوکی. حالا اینجا هم دوباره این فری داره، وقتی میخواید 3 تا بخرید انگار دیگه 2 تا میخرید دیگه، 2 تا پوینتشو باید بدید. فکر کنم 80 تا باشه اینم، یا همون 120 تا این حدودای دیگه، که شاید هم البته خب بیشتر هم باشه چون معمولا فیفا نمیاد چیزی رو مفته به بازیکناش. بعد دیگه ایونت دیگه هم که میستری ساینینگز است که خب سیزن پیش فیفا 23 ما اینو توی آخر سیزن داشتیم که بازیکن 114 بالا میداد معمولا. الان دیگه شده انتخابی دیگه، حالا یا دیابی و مک آلیستره. الان اینا هم که بازه این قسمت هایی که نشون میده بهمون. و اینجا 3 تا بگیرید. این من هنوز قضیهش رو نمیدونم چیه، ولی فکر این هر هفته از این میاد. خب از این چیزی که هست هر هفته میاد، یعنی هفته یه بار شما میتونید یه بازیکن حالا الان مثبت 85 رایگان بگیرید و اشتراشو ببرید دیگه اینجا. ولی گفته 3 تا میستری پلی بگیرید، یعنی 3 هفته دیگه، که یکیش رفت 2 هفته دیگه. تو 2 هفته دیگه من فکر میکنم که یکی از اینا رو بتونیم بگیریم. حالا چجوریه که اینا مثلا شما میگید خب ما میریم 89 میگیریم، 88 هم آنتریده ولی کوین داره. 87 هم خب تریده دیگه. فرقش اینه که شما وقتی 3 تا رو میگیرید میتونید یکیشو کالکت کنید. بالاخره خب فرقشون اینه که این آنتریده، این هم آنتریده ولی کوین داره، اوویارش ولی پایین تره، این هم اوویارش همه پایین تره ولی تریده دیگه. خب این هم از این که خب فکر کنم همون 89 رو بگیرن اکثرا دیگه، مگه اینکه خب بازیکن مثلا بد بیفته براشون، شاید یارو مثلا سی بی 89 داره اینو نخواد مثلا بره 87 رو بگیره و بفروشه. بخش دیگه هم میرسه به ایونت دایدین. حالا نمیدونم درستش چی میشه چون انگلیسی هم نیستش، فکر کنم مربوط به پلیرای فکر کنم قاره آمریکا میشه که خب اکسچنج داره فقط اینجا. این از این که خب من هرناندز رو چون میتونستم بفروشم گرفتم. نه امروز کوین داشتم 100 فکر کنم 25 تا بود دادم و همین کوین خود بازی رو گرفتم چون زیاد به کارم نمی اومد، بازیکن خوبی هم نیستش رو نگرفتمش. ولی خب شما میتونید بگیرید و استفاده کنید. این سانچز هم که خب بخواید برید بخریدش توی مارکت میبینید که خب 999 خریدار داره. خود اصلیش هم فکر کنم نمیشه خرید، فکر کنم زیاد خریدار داشته باشه. بریم ببینیم. خب اصلیش مثلا اینجا ننوشته به نظر. خب ولی خودش نمیشه، تو خودش کم خریدار داره ولی خب فروشنده هم نداره دیگه. خب اینجا ما اکسچنج داریم دوباره توی همون بخش لیبرتادورس و یو سی ال استیت. فرقی نداره پلیرایی که میخواد، مثلا این 88 تا 91 برای هم یو سی ال یکیه که میبینید بازیکناش ایناست
و خب چیزایی هم که باید بذارید مثبت 84 مثل همه دیگه تو لیبرتادورز، ولی این رو اصلا ندید. یعنی من به شخصه ضرر کردم. البته من از این سود کردم، ما همین لیبرتادورز اون موقعی که من زدم 7 میلیون خرج کردم، بهم کافو داد که فروختم اون موقع و 15 میلیون کوین گرفتم. الان هم همون قیمته. که ولی توی UCL من فکر کنم 10 میلیون خرج کردم، CM فروختم، ترکیبمو خیلی هاشو فروختم و اینا زدم، بهم چانهان اغلو داد که خب خیلی بده دیگه. 5 میل کلا ارزش داشت و اونم به دردمون نخورد. 88 بود، الان هم شده 3 میل و 700، اصلا واقعا به درد نمیخوره. ولی خب تو این اکسچنج و اینا من همین یونیورسال رنک اینو بهتون میگم که برید بزنید، همینی که من الان زدمش توی UCL گروپ سیج هم همینی که 75 تا 89. بازیکناش هم راحت میشه خرید، چون خودم ازش سود کردم. هر روز هم میتونید بزنیدش. خوب بعد دیگه ایونت لیبرتادورز میمونه. خب توی این ایونت اینجا یه بخشی که اومده اینه که فاینال مچه. خب میبینید یه بازیکن میده که حالا 80 تا 94ش جالبه دیگه، خوبه، راضی هم ازش. اینم اینجوریه که فکر کنم شما از ایونت چرا کلا رفتی رو شما باید این مچا رو کامل کرده باشید، یه دونه این دوتا، بعد میرسه به این 4 تا. اینا رو که کامل کنید اون رو هم میتونید بزنید و یه بازیکن خوب اگه شانستون بگیره بهتون میده دیگه. بله. بعد یکی دیگه هم که میمونه این 75 تا 94 که اینم خوبه، پلیر خوب به من نداده، ولی خب شما میتونید اینو هر 2-3 روز یه بار پلی بدید، 3 روز یا 2 روز. این هم هر روز میتونید پلی بدید. خب تمرینش هم ساده است، کاری نداره، متش هم که اوکی دیگه. بریم ببینیم اینجا چی داریم. خب میبینید که این یه دونش دهنش سرویس. خب این سومیش هم بزنیم و بریم بیرون. خب الان اینجا اینم از این میبینید که نگاه کنید 72 تاش برد شد 3 تا. اینم که تموم شد و پلیرهای خوبی هم داره کلاه به ایونت لیبرتادورز. البته اینجا میتونید کل این بازیکن‌ها رو اگه بگیرید که خب کار سختیه واقعا، همین توز و رامیرزش خودش کار داره. میتونید یه کافو بگیرید که خب اوکیه دیگه. اینجا هم یه اکسچنج داره که من خودم اصلا امتحانش نکردم، حالا الان مثلا حتی به دردم نمیخوره چون پلیرهای خوبی اصلا نداره. 82 تا 85 خوب. من خودم الان بذارم پلیرام اکثرا 83 نگاه کنید، 83 82 دیگه، که اونم بزنه یه پلیر 82 به درد نخور میخواد دمون بده 100%. یه بار من زدمش پلیر خوب بهم نداد. بعد اینم از این. یه بخشم آیکون جورنی که من خودم وقت نمی‌کردم پلی بدمش، زیادم اصلا خوشم نمیومد ازش. ولی خب شما وقتی اینا رو کامل کنید، اینا رو کلن برید هر روز و اینا، باید 300 تا این پوینت ها جمع کنید که ما 70 تاشو داریم. بعد خب این مستر رو با میکنید، بعدش هم میرسه به لژندری که میخواید بریدش، باید 1500 تا این پوینت ها داشته باشید. همینی که ما 70 تاشو داریم باید 1500 تا داشته باشید که خب دیگه اونم خودش یه زمان طولانی میخواد دیگه. بعد بچه‌ها یه چیز خوبی هم از چالش موده. چالش مود که ما اینجا باید بریم توش ایناش. خب اینجا شما میتونید بیاید و اول اینکه این خیلی مهمه بخش UCLش. اینو من هر روز میرم، امروز وقت نکردم، بعد این ویدیو حتما میرم انجامش میدم.
که پلیر 80 تا 89 میده. اگه پلیر خوبی هم بده ریکوردشو میگیرم براتون میذارم. بعد یه دونه هم همین لیبرتادورزه که اینم خیلی خوبه، یعنی شما هر روز میتونید از UCL و این لیبرتادورز 2 تا پلیر مثبت 80 تا 94 بگیرید. خب داشتم میگفتم اینه کار برام پیش اومد. من که خودم هر روز که اینو میرم بهم معمولا یه پلیر 83 4 این حدودا میده دیگه. اوکی هم اصلا نظر من این پلیر 83 4 بالاخره. خب اون که پلیری دیگه 93 4 بخواد بهت بده اون واقعا دیگه خیلی شانس میخواد. ولی خب با یه پلیر مثبت 83 4 هم باز حالا میتونی 500 600 هزار تا کوین بگیری. ولی خب کلا خوبه دیگه. ولی یه بارم خب زد بهم سی بی بارسلونا کنده رو داد که 86 دیگه فکر کنم اونو بهم داد. دیگه چیز خاصی هم نیمونو. اوها پی وی پی چالش. بچه‌ها این پی وی پی چالش رو میتونید برید هد تو هد 4 تا مچ. 2 تا شانس هم میتونید دارید. 2 تا شانس دارید دیگه، حالا یکیش بره یکیش میمونه. بعدم که 2 بار ببازید میتونید یه بارم با 120 تا برید، 120 تا جم. یه شانس دیگه هم دارید. بعد این که اینجا میبینید من 3 تا فینال چمپیونش رو رفتم، یعنی 3 تاشو بردم. مانسلی تیکت بهتون میده. حالا این مانسلی تیکت چیه؟ مانسلی تیکت برای یه همین پی وی پی چالنجه که اون چمپیونشیپ چالنجه اسمش، فکر کنم چمپیونشیپ چالنجه. بله میبینید که اینجا هستش عکس همون به قولی چالنج مودش. حالا فرقش با این چی 2000 تا جم داره و یه پروفایلی داره. من خودم این سیزن حالا یه چند بار رم خواستم برم یه باگی میخوردم تو فیفا که تو مچ نمیرفت. حالا برای ایرانیا خیلی هستش. بعد حالا این چیه؟ خب این تیکتی که گفتیم برای پی وی پی چالنجه، این برای همین ماستی چالنجی. این ریوایو تیکته. این به چه درد میخوره؟ این برای اینه که شما مثلا توی همین مانسلی چالنجش که تو آخر هر ماه میاد، 10 روز آخره فکر کنم، مثلا ماه پیش اومده بود برای اکتبر دیگه، خیلی هم پروفایل قشنگی هم میداد بهتون اگه تا فینال میرفتید و میبردید. 2000 تا جم هم که میداد اگه تا فینال میرفتید و تمامش میکردید. این برای اینه که مثلا شما کلا توی اون مانسلی چالنجه یه شانس دارید، یعنی یه بار بمیرید تمومه. این برای اینه که این تیکتی که میبینید برای اینه که خب شما اگه باختین یه بار دیگه بتونید برید و فقط هم با این میشه. اصلا با این تیکت نمیشه. این تیکت هایی که اینجا میبینید با اینا نمیشه. بعد یه چیز دیگه هم هست برای جیم که همون داشتیم میگفتیم سر پی پی چالنج و اینا. اینجا میتونید خب پلیرتون رو هی لول که بدین میشینش خب سخت‌تر میشه. اینجا الان نمیشه تا 15 3 تا پلیر، قبلیش 3 تا 10 تا بود، قبلیش هم 2 تا 10 تا بود فکر کنم. بعد اوویارتون هم بره بالا اینجا جم بهتون میده دیگه. الان برای من 89 هیچ چند روز سعی میکنم بره بالا، بازیکنم میخرم نمیره، سخته. اینجا هم یه سری چالنج هست که خب من خیلیاشو رفتم و جم زیادی هم جمع کردم. چند روز پیش 6250 تا جم زدم، ویدیوش هم گذاشتم اون که چالنجمون بهم هیچی ندادش. ولی خب اینجا کوستای خوبی داره دیگه برای اینکه جم بگیرید و علاوه بر اینکه کوست داره شما باید کوستاشو تو اینجا انجام بدید. چمپیونز لیگ که اینجا من 3 تاشو رفتم انجام دادم. دوباره بخوام برم 750 تا جم میخواد. هفته‌ای 3 تا فرصت دارید برید. بعد اینکه پوینت، یه سری پوینت ها بهتون میده خب که میاد اینجا لایو ایونتس تورنمنت. اینجا میتونید باشین بازیکن‌ها رو بخرید که الان البته این 80 تا 94 یه دونه هم هست. یعنی واقعا فیفا دیگه خیلی سختش کرده برامون. تا 2 روز پیش بود من اینا رو رفته بودم میشد 2 تا بازیکن بگیری بعد 85 تا 94. خب بچه من اومدم یه دقیقه اشتباه شد. کار برام دوباره پیش اومد.
اینجا 85 تا 94 داشتیم. البته میشد 700 تا از این سکه ها بدید بخریدش، که خب به منم بازیکن خوبی یادم نمیاد داده باشه. ایموبیله داد 87 با نمیدونم چی بود. انتظار داشتم، من گفتم این 90 باز میده، نداده هیچی. ولی خب من دوتاشو زدم دیگه، شانس آوردم که نرفته بود، من رفتم و زدم. بعد حالا روارداش اینجوریه که اگه بذار برم ببینم مینویسه. خب اینجا ارور داد بازیمون. خب داشتم میگفتم اینجا که شما قهرمان میشید خیلی هم زمان میبره. یعنی من یادمه اون موقع سیزن پیش فیفا 23 جام جهانی بود، کلا 4 تا بازی بود ناکاوت استیجش، 3 تا 7 تا 8 تا بازی تو 40 دقیقه دیگه طولش بود دیگه خیلی. ولی الان 2 برابره، یعنی شما باید 1 ساعت و 50 دقیقه 2 ساعت زمان بذارید. بعد لژندریش خیلی سخته، اینجوری هم هست که شما اگه ببرید بهتون 150 تا سکه میده، توی ورد کلاس 120 تا سکه میده، پروفشنال فکر کنم 100 تا بودش، چون یادم نمیاد بالاخره. لژندری حالا اینجا یه چیزی خفنی که داره اینجوریه که اولین باری که شما میبریدش، خب مثلا توی لژندری بهتون 600 تا فکر کنم پوینت میده. آره فکر کنم 600 تا بود. آره 600 تا پوینت میده بهتون. اینجا فکر کنم 550 تا بود. دقیقاً نمیاد از 480 تا. آره اینجا هم 480 تا بودش یادم. تو ورد کلاس برای اولین بار، فقط یه بار که خب من رفتم باشون پلیر مثبت 85 رو زدم و چیز خوب بهم داد، نسبتاً خوب. البته دیگه نسبت به اون بچه بعد بود، ولی خب بالاخره 87 خوبه. خب دیگه اینجا فکر نکنم ایونتی مونده باشه، نه دیگه نمونده. بعد یه چیزی هم هست که خیلی مهمه واقعا، که من خودم الان میام اینجا یه دونه زومر. خب بچه ها داشتم میگفتم من برام پیام میاد بالاخره باید ادیتش کنم. این زومر که میبینید الان رنکام شده شوانشتاگرم. یه بخشی اولش بهتون گفتم اکسچنجا رو یونیورسال رنک پلیر، اون برای اینه که شما با اون گلکیپر 81 میتونید هر بازیکنی تا 89 باشه اوورالش ببرید بالا. که میبینید من زومر رو بردم الان آبی شده، دوبار لولش دادم شوانشتاگرم. بعد ماسکرونو هم برای این بود که 91 بود، اون برای این بود که شما میتونستی پلیرهای 91 تا 99 بگیری. حالا شما مثلا یکی میاد پک میکنه ماسکرونو رو همون جایی که من گفتم، اون چیکار باید کنه؟ اون نگهش داره. الان خب یه دونه پلاس که خب اصلا لولش میدی هیچ ارزشی نداره. بذارید بهتون نشون بدم. یعنی شما وقتی میفروشیدش پله رو، همون بازیکن چیز در میاد، لول 1 نگاه کنید یه 87 میله، این 121. البته الان گرون شده، تا دیروز 89 میل بود لول ثبتش، ولی خب میگم ارزش نداره. ولی شما اگه مثلا ماسکرو رو نگه دارید بالاخره 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه اصلا تا عید مثلا بگیم ما بازیکنای بالاخره 97 میان دیگه، شاید مثلا 97 مثلا 6 97، اون موقع شما میتونید پلیرتون رو لول بدید که خب اون موقع ارزشش بیشتر. الان مثلا شما نگاه کنید، بذارید من اینو بیارم، مثلا این بازیکن رو میبینید شما فرقش 80,000 تا، خب اوورالش پایینه، ولی خب پله که قیمتش خیلی بالاه فرقش نگاه کنید 30 میله، اینجا با اینجا 30 میله فرقش با این قسمت. پس اونجا هم که پلیر 97 میاد، خب مثلا قیمتش مثلا ما میگیم 250 میله، مثلا سبزش میشه 310 میل، مثلا 60 میل فرق میکنه مثلا اینجوری. و خب اصلا میتونید نگه دارید پلیر 99 بیاید 100ش کنید، اینجوری هم خب خوبه دیگه، اوکیه.
بچه دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم. ایونت هم امشب که نه، البته هر وقت اومدش ایونت های دیگه لیبرتادورس تا چند روز دیگه میره. ایونت های بعدی رو من براتون ویدیوشو میذارم. گود بای.